اوضاع در خاورمیانه همچنان ملتهب است. نمیتوان گفت که صلح برقرار شده و نه جنگ تمام عیار. ایران تنگه هرمز را بسته و امریکا محاصره دریایی خود را ادامه داده است. در بحبوحه این تنش‌ها، سید عباس عراقچی وزیر خارجه ایران پس از دیدار با پوتین بر تداوم روابط راهبردی تهران و مسکو تاکید کرد. در شرایطی که منطقه در حال گذار از تحولات عمده و تعیین کننده هست، خوشبختانه تعامل ما با روسیه در عالی‌ترین سطح ادامه دارد. ما از حمایت دوستان روس خود در طول این جنگ تشکر می‌کنیم و اراده جمهوری اسلامی ایران را برای ادامه روابط راهبردی و شراکت راهبردی با روسیه در شرایط جدید اعلام می‌کنیم. در مقابل مارکو روبیو وزیر خارجه امریکا با انتقاد از سیاست‌های تهران میگوید که ایران به دنبال تعیین شرایط استفاده از تنگه هرمز است و این برای امریکا قابل تحمل نیست. ایران با پیشنهاد جدید خود می‌خواهد شرایط استفاده از تنگه هرمز را تعیین کند و از کشتی‌ها پول بگیرد. ایالات متحده نمی‌تواند تحمل کند که ایران سیستم استفاده از آبراه‌های بین‌المللی را به دلخواه خود عادی سازی کند. در سوی دیگر امیر سعید اروانی نماینده دائم ایران در سازمان ملل در جلسه شورای امنیت با انتقاد از نظام سازی کشتیرانی بین المللی از سوی امریکا گفت که محاصره ایران و توقیف کشتی‌هایش نقض قوانین بین المللی است. امریکا با اعمال محاصره دریایی، توقیف غیرقانونی کشتی‌های تجاری ایرانی به اعمال خلاف بین‌المللی خود ادامه داده است. این اقدامات خطرناک و تجدید کننده حقوق بین‌الملل را نقض می‌کند. منشور سازمان ملل را زیر پا می‌گذارند، جرم دزدی دریایی را تشکیل می‌دهند و به عنوان اعمال تجاوزکارانه تعریف می‌شوند. سفیران روسیه و چین نیز در نشست شورای امنیت از حق ایران درباره تنگه هرمز دفاع کردند و حملات واشنگتن و تل‌آویو را عامل بسته شدن این مسیر خواندند. همچنین نخست وزیر آلمان میگوید که رهبران ایران در حال تحقیر امریکا هستند. او همچنین گفت که امریکا استراتژی منسجمی برای خروج از جنگ با ایران ندارد. ایرانی ها به طور آشکار در مذاکره کردن یا بهتر است بگوییم در مذاکره نکردن بسیار ماهر هستند. آنها میگذارند امریکایی ها به اسلام آباد سفر کنند و سپس بدون هیچ نتیجه آنجا را ترک کنند. تمام یک ملت از سوی رهبری ایران به ویژه سپاه پاسداران تحقیر می شود. بنابراین امیدوارم که این وضعیت هرچی سریعتر پایان یابد. پس از پایان آتشبس 2 هفته‌ای، امریکا به صورت یکجانبه آتشبس را تمدید کرد و رایزنی‌های دیپلماتیک برای سرگیری مذاکرات میان تهران و واشنگتن ادامه دارد و هنوز مشخص نیست که آیا این رایزنی‌ها منجر به نتیجه خواهد شد یا بار دیگر به بنبست خواهد رسید.